موفقیت در 5 نکته خلاصه میشه. شماره 1، تلاش زیاد. شانس رو باور نداشته باش و به زیاد تلاش کردن معتقد باش. شماره 2، صبر. افراد شکست میخورن چون میخوان همه چیز رو سریع به دست بیارن در حالی که زندگی راه درازی داره. شماره 3، فداکاری. برای رسیدن به موفقیت نیاز فداکاری کنید و از بعضی چیزا بگذرید. شماره 4، استمرار. استمرار داشتن یعنی ادامه دادن و ناامید نشدن. یعنی با وجود اینکه ممکنه در ابتدای کار نتایج زیادی نگیریم، ولی همچنان ادامه بدیم. اونقدر ادامه بدیم تا بالاخره به چیزی که میخوایم دست پیدا کنیم. این یکی از مهمترین ویژگی آدم‌های موفقه. شماره 5، اعتماد به نفس. اعتماد به نفس عامل پیشرفت و موفقیت انسان است. اگر کسی به داشته‌ها و توانایی‌های خودش باور نداشته باشه به طور حتم نمیتونه موفق بشه.